سلام بچه‌ها، تو این ویدیو می‌خوایم بریم ببینیم چی رو میشه با شکلات خورد، چی رو نمیشه با شکلات خورد. من همیشه یه ترکیب گوشت، کاهو و شکلات خیلی برام جذاب بود. برای همین گفتم چرا نریم تست کنیم ببینیم چیا رو دیگه میشه با شکلات چرا خورد. اینقدر عجیبید؟ خب شکلات خودش خوبه دیگه، چرا باید با کاهو؟ اولیش مرغ شکلاتی. من منطقه این قضیه رو درک نمی‌کنم. شاید شکلاتی ظاهرش واقعا غلط اندازه، من دوست ندارم. شبیه چیه؟ شبیه چه چیز جالبی نیست. ببینید پس چیه؟ بذارت بخورد. نیم کره چپ و راست مغزم دارم با هم دعوا میکنن. خوشمزه است. دوست نداشتین؟ نه من خیلی خوشم اومد. نه خوشمزه. یه ذره مزه مرغ نمیده ولی خوشمزه. به نظرت میشه شکلات با این خورد یا نه؟ مرغ با شکلات ترکیب نمیشه. میشه آقا. نمیشه. بعدی همبرگر شکلاتی. به به. ببین یه پروتئین دیگه، هم مرغ هم گوشت رو تست می‌کنیم. بعد من یکی از چیزای مورد علاقه‌ام برگره. بعد اصلا دارید برگر رو واسه من تو ذهنم خراب می‌کنید. برگر سرد با شکلاتش هم خوشمزه است. جرأت داری بگی بده؟ و یه چیزی هم هست شکلاتش مزه خیلی خوشمزه است. یعنی تو میزم بریزی میتونی بخوریش حس می‌کنم. بچه‌ها واقعا الان یه نون همبرگری بود با گوجه و کاهو و خیارشور و سس و اینا نمی‌خوردینو؟ ببین میتونم بگم از این همبرگر آماده های که مثلا میدم 30% 40% آماده شرکتی ها این کارو باش بکنی باز قابل خوردن تره. ترکیب گوشت و شکلات بچه کشف نشده است. من خودم میخوام ثبت اختراعش کنم. بچه ها گوشتن پشت سر. همبرگر با شکلات ترکیب میشه یا نه؟ همبرگر با شکلات ترکیب میشه. به به. نظر خودش خیلی بهتر از مرغ بود. مرغ من حس می‌کنم خیلی کوچیک بود برای اون حجم از شکلات. بعدی خیارشور شکلاتی. ببین نه ببین خیارشور خودش یه اسنکه واسه خیلی از کشور، یعنی همین جوری مثلا دارن من میخورن و با طعم‌های مختلف مثل چیپس عادی. ولی خیارشور بزرگتر حالا تو ساندویچ نه. نه من نمیدونم شاید باشه. نه ببین ولی منطق شیرین و شور همیشه عجیبه یکم دیگه. ببین اول از همه خیارشور خودش یه چیز سختیه. تو هر خیارشوری رو دوست نداری. هر کی هر خیارشوری رو نمیخوره. خیارشور گلچی میشه. اول از همه باید ببینیم این خیارشور دوست داریم یا نه. بعد که اینطوری شد ببین الان پروتئین خوردیم چی کم داشت؟ خیارشور، گوجه، اینم خیارشورش میخوام ببینیم اینم شکلاتیش کنیم یا نکنیم. وقت قیافش بچه شبیه چرا تو اونو نداشتی؟ چون به نظرم خوشگل‌تر بود. من اونم خواست. یا اینو تو منطقه بخورین اینو من گریه نکن. بریم سلامتی بریم اونجا که غم نباشه. به عنوان یه مزه خداکی خوب نیست؟ واقعا؟ این از دوتای قبل خیلی بهتر. واقعا؟ نه اون مرغی که گوشته که یه چیز دیگه بود. ببین اون شوری و شیرینی که حالا شوری خیارشور با شیرینی شکلات یکم هم طعم تندی که خود خیارشور داره، اون حالا طعم یکم سرکه‌ایش خیلی جذاب‌تر می‌کنه. یعنی هر لحظه‌ای که تو دهنته یه تیست جدیدی میاد زیر زبونت، خیلی باحاله. این بمبه. خوب بود. ولی میدونی چرا خیارشور؟ چون بعد اول از همه تو آبش بمونه، خراب میشه. اگه تو آبش نمونه دقت کرده باشی مزه‌اش از دست میره دیگه. درست. بعد تو نمیتونی یه چیز شکلاتی کنی بعد بذاری تو آبش. برای همین حالت این لپ لپ قدیمی‌ها اونجوری اونم بعد تو آب باشه. میتونید خودتون یه شکلات آب کنید با چوب شور بخرید، مزه که میشینید دور هم پنجشنبه شبا میخواد بخورید، خیارشوراتون رو تو شکلات بکنید یا چوب شوراتون. برای شب یلا میتونید این کارو امتحان کنید. خیارشور با شکلات ترکیب میشه. شکلاتی. به نظر خوبه یا بده؟ ببین اینم از منطق همون شور و شیرین پیروی میکنه. بخاطر شورش بده. حالا میخواید سس قرمز هم بیاریم بزنیم یعنی با سس قرمز. نه. آره ولی مزه‌ش آشناه. یه مزه آشنایی میده. منو یاد این بیسکویتایی که تو خود لپ لپ بودن میزدی توی شکلات بعد میخوردی مثلا از همین آشنایی‌ها. ولی این نه. این کامل انگار یه کارخونه شکلات سازی یه محصول تولید کرده. نه؟ خیلی خوب.
خودش خوب بود. برای اینکه بتونید دوباره همینا رو شبیه سازی کنید تو خونتون، چیپسش سوپر چیپس مزمز بود. مزمز اسپانسرمون نمیخوایشی؟ یا حتی سایر شرکت‌ها. کاردات شکلاتش چی بود؟ کارات. شکلات کارات هم میتونه بهمون پیام بده. مرسی از قنادی، امیدم که این شکلات‌ها رو ما ازش خریدیم. سری بعدی اگه خواست ازش نخریم اسپانسرمون شه بگه بهمون. چیپس با شکلات ترکیب میشه. چوریان میشه. خیلی خوب میشه. بعدی چیه؟ کالباس شکلاتی. به به به. جدی منطقت واسه انتخاب این قضیه چی بود؟ همه اینایی که خوردیم کجا میخوریم؟ هیچ جا. نه بدون شکلات منظورم. بدون شکلات مثلا چی خوب میشه؟ این که کمتر شکلات داره رو من بزنم. برای معده‌ام متاسفم حقیقت. بریم 3 2 1. ویرد عجیبه. نه اتفاقا بچه‌ها انقدر اولین چیزی بود که تو این چیزا که خوردیم انقدر مزه‌اش قویه، هنوز مزه خود اون چیزا رو می‌تونی کامل حس کنی کالباسو. و بقیه مثلا مزه چیپس و خیارشور اونا رو انقدر حس نمی‌کنی. اون شکلات یه تیکه شکلات ولی این کامل مزه کالباس بود، یه ذره شیرین شده بود. شکلات جلوش کم آورده بود. خوب بود نه؟ نه. دوست داشتین؟ به نظر من اینم خوبه. بچه فقط لطف کنید سری بعدی شما یه ذره شیرین شکلاتی که کمتر شیرینه رو استفاده کنید. اینا شکلات شیری بود. میتونید از تلخ استفاده کنید، خوب میشه به نظر. یا کمتر اصلا تو شکلات آغشتش کنید. همشون اینا 20. کالباس با شکلات ترکیب نمیشه. میشه. چرا نمیشه؟ آقا همون مزه خوشمزه شیرین عالی بود. ببین همه رو من گفتم میشه نه؟ بکنم بچه چون خودم درست کرده بودم ارق خاصی بهش داشتم ولی به نظرم خوشمزه بود. نه. حال کردی یا این ویدیو جریمه نداشت؟ خود کل ویدیو بچه جریمه بود. مواد غذایی مثلا اون که واسه نهار شام چیز می‌خوری. چیپس خوشت نیومد؟ چیپس مواد غذایی روزمره خوشت نیومد؟ اسنک ها خوب میشه. همبرگر رو خوشت نیومد؟ دروغ بود، ویدیو هست گفتی خوشم اومد. میشه ولی اینجوری نیست که بگم خیلی خوشم اومده دیگه. نه خیر خیلی امتحان نمی‌کنم دفعه دیگه. بچه‌ها همبرگر رو حتما با کاهو امتحان کنید. یه کاهو بذارید، یه ذره گوشت شکرده، یه ذره شکلات، ببین معجزه میکنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ. توپی بمونید. یه روتین پوستی تو اول تعریف کن بعد اینترو، بعد یا سورپرایز میشن یا ویدیو رو یه توف میکنید کف دستتون برای شستن صورت. این ویدیو ما اومدیم که روتین پوستی پویا رو بررسی کنیم. آماده شید بریم روتین پوستی پویا رو ببینیم.